شهیدی که بعد از 16 سال مفقودیت پیکرش سالم تفحص شد. شاید یکی از عجیب‌ترین شهدا شهید محمد رضا شفیعی باشه. شهیدی که بعد از 16 سال وقتی از خاک میارنش بیرون سالم عین روز اول پیکر. محمد رضا شفیعی توی جبهه مجروح میشه و به اسارت گرفته میشه و بعد از 11 روز شکنجه توسط بسیجا به شهادت میرسه و توی یه قبرستونی بین کاظمین و سامرا دفنش میکنن. موقع تبادل شهدا که میرسه بعد از 16 سال میرن قبر محمد رضا شفیعی رو باز میکنن که جنازه رو بیرون بکشن. میبینن جنازه سالمه به حدی که حتی رطوبت‌های روی ریشش هم هست. این خبر وقتی به صدام میرسه صدام عصبی میشه، میگن مبادا این جنازه رو سالم به دست ایرانی‌ها برسونید که اگر به دست ایرانی‌ها برسه ایرانی‌ها ما رو لعنت میکنن و میگن چه آدم‌هایی رو از ما کشتید. و به دستور صدام 3 ماه جنازه محمد رضا شفیعی توی بیابون‌ها زیر آفتاب مستقیم رها میشه. اما وقتی میان مجدد نگاه میکنن میبینن پیکر سالم و هیچ اتفاقی براش نمیفته. و دوباره دستور میده که پودر مخصوص از بین برنده جسد که حتی استخوان‌های سفت جسد رو هم در عرض چند روز از بین میبره رو روی پیکر محمد رضا شفیعی بریزن و باز همین پیکر سالم میمونه. ولی در نهایت مجبور میشن پیکر سالم شهید محمد رضا شفیعی رو که بعد از 16 سال سالم از خاک اومده بیرون و به ایران تحویل. وقتی این پیکر به قم میرسه استقبال عجیبی از این پیکر میشه. مادرشون در این خصوص میگه که تا روش پس کردم دیدم پیچ به سرش، موها به سرش، خوابیده، ریشا، دماغ، دهن، چشما، بازوها، بلگوش همه صحیح و سالم. وقتی میپرسن دلیل اینکه محمد رضا شفیعی به این مقام رسیده چی بود، میگفت محمد رضا شفیعی همیشه بانی روضه امام حسین و هر موقع برای امام حسین گریه میکرد اشکشو به سر و صورتش می‌ریخت. غسل شب جمعهش ترک نمیشد و نماز اول وقت و راز و نیاز با خداش همیشه سر جاش بود. خوش به حال مردم قم که همچین شهیدی تو این شهرشون دارن و هر روز میتونن بیان بالای مزارش.